آیا اگر یک شیعه کتابی بنویسد و عقاید اهل سنت جسارت کنه آیا شما اجازه میدید چاپ کنن؟ خیر، حقم دارید. اینها برادران ما هستند، یک خدا را میپرستیم، معتقد به رسالت یک نبی هستیم، به یک قبله نماز میخوانیم، حقوقی اینها دارن و ما موظفیم هم عقلا هم شرعا هم منطقا و وجدانا حقوق مسلم اونها را حفظ کنیم. من عرض کردم بارام گفتیم مثلا اهانت به اهل سنت، اهانت به مقدسات اهل سنت ذنب لا یغفره، خیانت به شیعه است. اصلا خیانت به شیعه را یک مذهب خشن معرفی میکنه، ولی از اون طرف هم نباید به اونها هم ما اجازه بدیم به مقدسات ما اینطور بی پروا جسارت کنند. خب شما ببینید همین امسال 2 ماه قبل، نه 2 سال، نه 20 سال قبل، 2 ماه قبل در زاهدان ختم صحیح بخاری خودشون نوشتن 150,000 نفر شرکت کننده داشته، از شهرهای مختلف، کشورهای مختلف هم دعوت داشتند. در این همایش در زیر چتر جمهوری اسلامی، نظامی که خونبهای صدها هزار شهیده، هنوز نفسهای ملکوتی حضرت امام رضوان خدا بر او باد در فضای ایران طنین افکنه. همین 2 ماه قبل رئیس دادگاه مدینه دکتر محمد ابراهیم را آوردن اونجا سخنرانی کرد، به ریش همه خندید. گفت آقا شیعیان که متوسل میشن میرن به زیارت قبر ائمه همشون مشرک هستن. یک نفر هم نشد پاشه بگه بابا آیا شما به چه مجوزی آمدی در داخل کشور شیعی جمهوری اسلامی داری به 70 میلیون شیعه اینطور جسارت میکنی، به 400 میلیون شیعه جهان اینطور اهانت میکنی، اینها رو مشرک معرفی میکنی؟ ببینید اینها درده. نباید فقط تنها بنده بگم، خیلی مصاحبه دوستانه همه بگن، اعتراض کنن از طریق نامه، از طریق ایمیل و از کانال های مختلف دیگر. ما همونطوری که بر خودمون لازم و فرض میدانیم حقوق اونها را رعایت کنیم، تضییع حقوق اونها را ما ذنب لا یغفر میدانیم، نباید اجازه هم بدیم اونها به مقدسات ما اینطور آشکارا جسارت کنند. و کوتاهی‌ها در این زمینه من نمیدانم آیا فردای قیامت پیش آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه و پیش زهرای مرضیه چه جوابی خواهیم داد، من نمیدانم.